عادت نگرانی رو جداگانه مثل عادت الکل، مثل عادت سیگار باید کنار گذاشت. باید متوجه بیفایده بودنش بشید، مثل سیگار، مثل الکل، و میذاریش کنار. من دیگه نگران نیست، فارغ از اینکه چه اتفاقی تو زندگیم داره میفته، فارغ از اینکه به چیزایی که میخوام رسیدم یا نرسیدم، من نگران بودن رو ترک میکنم. این عادت دائم نگران بودن رو ترک میکنم. این قدم اولیه که ازت میخوام برداری. و نگاه کن که این هیچ ارتباطی به این نداره که آیا مسیر درست رو انتخاب کردی، آیا به اندازه سر سوزن از تمام تواناییت استفاده کردی یا نکردی. هیچ کدوم از اینا مربوط نیست. مسئله اینه که من باید یاد بگیرم نگران نباشم. فرقی نمیکنه الان کجای زندگیمم. به قول استاد ما میگفت پول نداشتن با نگرانی از پول نداشتن دو تا موضوع متفاوت.